بچه‌ها خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبم. من حسنم و امروز اومدیم راجع به عمل بینی و تجربهاتی که من داشتم با هم صحبت کنیم. من تو اینستاگرام یه کوئسچن باکس گذاشتم، گفتن که شما هر سوالی راجع به عمل بینی دارید میتونید ازم بپرسید تا من بهش جواب بدم. بریم شروع کنیم. یه نفر نوشته درد داره. اولش چه حسی داره؟ اولش واقعا هیچ حسی نداری شما و اصلا هیچی متوجه نمیشی. من بلافاصله بعد از عمل اصلا هیچی متوجه نشدم و خب اون بی‌حسی‌ها اثر بیهوشی اینا تو وجودم بود تا 2 روز و اینطوری بودم که منگ میزدم، نمیتونستم بلند شم. و اینکه کلافگی بیشتر داره فقط به خاطر گچشه و اون مسکنایی که شما میگیرید از دکتر اصلا شما هیچ حسی ندارید. اینجوری نیستی که درد داره، کلافگی بیشتر داره به خاطر اون گچ که رو بینیتونه. احتمال مردن هست. بچه‌ها ببینید من از دکترم پرسیدم، گفتم که چه سری افراد زیر عمل میرن. میگه افرادی که بدون بیهوشی بخوان انجام بدن، یعنی با بی‌حسی بخوان عمل رو انجام بدن و احتمال مرگش خیلی بالاست، چون مثلا میگن خونگیر میکنه و خب خونی میشه دیگه، بینی تو خونی میشه و احتمال مرگ خیلی باله. پس پیشنهاد کرد که بدون بیهوشی انجام بدید، حتما باید بیهوش بشید. نوشته من حساسیت دارم، آبریزش بینی دارم، فکر کنم خیلی بد نمیشه، عمل کنم درد داره بعدش. ببینید بچه من خودم خیلی اصلا آبریزش بینی داشتم، حساسیت فصلی وحشتناک. یعنی من به تابستون که میرسید چپ راست عطسه نمیدونم آبریزش بینی وحشتناک بود. دکترم به من گفتش که واسه یه کار میکنم که آبریزش بینی تو این حساسیت فصلی خیلی کمتر بشه، این آلرژیت خیلی کمتر بشه و کمتر شده، ولی نمیتونه از بین ببرتش چون یه بالاخره یه چیزیه که تو من بوده. ولی خب کمتر شدنش بله کمتر شده. من تو این تابستون کمتر عطسه کردم، کمتر آبریزش بینی داشتم و اونطوری نبوده که بخوام قرص مصرف کنم یا آمپول چیز بزنم، حساسیت بزنم. نوشته چقدر بینید بی‌حس بود؟ ببینید تا 2-3 روز اول که من بینیم کلا بی‌حس بود، بعدش دیگه وقتی یکم حس کردم فلان کردم بینیمو شستشو دادم اینجوری بودم که دارم حسش میکنم و خیلی کلافگی داشت، درد نداشت واقعا. کجا عمل کردی دیگه نریم خود نمیگم، حالا همتون نمیپرسید کجا عمل کردی عزیزم، اسم دکترت چیه؟ خب نمیگم. تو خواب وقتی خودشونو میبینن قیافه بعد عملشونه یا قبل عملشون. من خیلی سعی کردم مثلا اینجوری باشم که اوکی من مثلا تو خواب مثلا خواب خودم چجوری بعد از عمل میبینم. خب من خیلی مثلا با بینی مشکل داشتم، خیلی هیت میگرفتم راجع به بینیم، اینجوری بودم که خب مثلا چجوری میشن الان، مثلا چجوری ام، ولی خب نمیدونم اصلا. من وقتی الانم هنوز خواب میبینم قیافه خودم رو اصلا یادم نیست ولی خواب یادمه. نه شما قیافه خودتون یادتونه؟ تو کامنت بهم بگید. رشته بعد از عمل بقیه چی میشه؟ من خودم خیلی تو فکرم بود مثلا بقیه بینیم چی میشه؟ میرن نظری میدن. نه دکتر من البته دکتر بقیه رو نمیدونم، یه چیز بهم میده، قضروف بینیمو بهم میده که یه موقع اگر بینیم شکستگی پیدا کرد و یه مشکلی واسش پیش اومد میتونم از اون قضروف استفاده کنم و واسه بینیم دوباره مجدد استفاده کنم. و تو فریزره یه سری سوالا پرسیدید که شخصیه راجع به عمل بینی نیست. میتونید برید تو پست قبلی، ویدیو قبلی میتونید برید ببینید که من اون پست رو گذاشتم راجع به سوالات شما. بیشتر سوالاتی که الان تو این کوئسچن باکس گذاشتید رو یعنی جواب دادم. نوشتم چیه؟ جواب دادم. میتونید برید نگاه کنید. مرسی. نوشته تنفس مشکل پیدا نکرد. نه مشکل پیدا نکردم. من هنوز از لحاظ تنفسی مشکل ندارم حقیقت. بعد خواهرم هم اونجا عمل کرده بود، خواهر من اول عمل کرد بعد من رفتم عمل کردم و از لحاظ تنفسی مشکل ندارم. نه نوشته بینیت خیلی عالیه ولی باید نوکتیز میکردی. ببینید من خودم اینطوری بودم که خارجی ها عمل میکنم، میخواستم اونطوری باشه ولی خب بینی من گوشی بود چون دکترم برگشت گفته شدی بگی گام سیاه. و این من بهتون بگم من از بینی های نوکتیز خوشم نمیاد اصلا، احساس میکنم شبیه پینوکیو میشم. اگه خوبه نمیدونم. نوشته عمل بینی باعث میشه بینیت بی‌حس‌تر شه. نه ببینید یه چیز بهتون بگم، ماهای اول اینجوریه که اوکی بینی من مثلا حسش نمی‌کنی، هیچی حس نمی‌کنی، بعد انگار یه چیز سفت داری دست میزنی، انگار بینیت سنگ شده. خب بعد کم کم که اون ورم به خاطر اون ورم است، وقتی ورم میخوابه بینیت مثلا اینجوریه که خیلی راحت حسش می‌کنی و انگار بینی خودته.
اصلا اونجوری نیستش که وای فلانه نه. میشه وقتی بینیتون رو عمل کردی چطوری عطسه میکنید و بعد از عمل درد زیادی داری. یعنی سوالا خیلی زیاده راجع به درد. نه من درد نداشتم، من کلافه بودم راجع به گچ بینی و بچه من تامپون نداشتم. من یه پلاستیک توی بینیم میذاشتن که بتونم نفس بکشم و با اون مثلا از روز اول من شستشو میدم. من تامپون اصلا نداشتم و به خاطر همین بینیم قرینه است، سوراخ‌های بینیم قرینه است. و اینکه عطسه کردن اوایل خیلی سعی می‌کردم با دهن عطسه کنم، مثلا اینجوری بودم آره یه همچین عطسایی می‌کردم. وقتی مثلا می‌خواستم که خمیازه بکشم اینجوری بودم دقیقاً همچین حالتی داشتم. و بعدش دیگه کم کم وقتی بینی ترمیم میشه، ورمش میخوابه، جوش میخوره، آره این اوکیه، مثلا یه خیلی راحت میتونم عطسه کنم. رشته بیفور افتر بینی تو ویدیو بذار. این بیفور همه توی تو پیج هم هست، میتونید برید پایین‌تر ببینید عکسامو. این بیفور همه یه ویدیویه راجع خودم و افتر هم که دارید میبینید دیگه اینها. نوشته چی شد که بینی تو عمل کردی؟ چون میگفتی که ورزشکاری. ببینید من خودم اینجوری بودم که من هم از بینیم دارم رنج میبرم، از بینیم متنفرم و هم اینجوری بودم که نه من ورزشکارم، من خب یه ورزش خیلی سنگین دارم انجام میدم، من کیوکوشین کارم. بعد رفتم پیش دکتر، با دکتر صحبت کردم، هر دکتری میگفتم قبول نمیکرد. به این دکترم گفتم آقا من ورزشکارم، من کیوکوشین کارم، من اینطوری هم که خب ضربه بخوره صورتم، با پا ضربه بخوره. اون به من برگشت گفتش که ببین تا 6 ماه اول عملت نباید ورزش کنی، هیچ ورزش سختی نباید کنی، ولی بعد از اون میتونی کم کم ورزش کنی و از محافظ استفاده کنی. وقتی به 1 سال برسه بینید میتونی این رو حرفه‌ای تر کنی و بینی انگار بینی خودته. این همچون چیزی به من گفت و حقیقت من دارم با اون نسخه جلو میرم، چون به حرفش اطمینان پیدا کردم و بینیمو عمل کردم. خیلی یهویی شد عمل من. خیلی نوشته درد داشت، واقعا درد نداشت، ولی میتونم بهتون بگم که درد واسه کجاست؟ واسه زمانیه که شما میخوای برید بخیهاتو بکشید. خیلی درد داره لامصب، خیلی درد داره، خیلی زیاد. نوشته اصل بعد عمل بینی چه علائمایی داشتی؟ ببینید علائمایی که داشتم این بود که بینیم زود به زود کیپ میشد و لازم بود که شستشو پیدا کنه. بینی باید شستشو میشد و اینطوری بود که علائم خاصی نداشتم. من یادم نمیاد علائم خاصی داشته باشم اصلا. چه شب قبل عمل بینی چه حسی داشتی؟ میدونی اصلا خوابم نبرد. بعد مثلا توی جنگم بودیم، من اینجوری بودم که اصلا خوابم نمیاد. ببین گوشیمو ساعت منی که تا ساعت 3 میشینم با گوشیم بازی میکنم، گوشیمو ساعت 11 گذاشتم کنار، گفتم اصلا تو باید بخوابی. بعد هی برو اینور هی برو اونور، مثلا با دهن بخوای نفس بکشی، مثلا بینید مثلا کیپ دیگه بعد با دهن نفس بکشی. مثلا داشتم تمرین میکردم که چجوری نفس بکشم، چجوری فلان کنم. و خیلی اصلا نتونستم بخوابم، حقیقت نتونستم بخوابم و استرس نداشتم. فقط اینجوری بودم که چجوری میشم؟ شاید چه سنی میشه عمل بینی انجام داد؟ بچه از 18 سالگی به بعد شما میتونید که بدون اجازه پدر و مادر، بدون امضای پدر و مادر برید عمل انجام بدید. ولی خواهر من وقتی 17 سالش بود عملش رو انجام داد و باید یه سری آزمایش‌های بیشتری انجام میداد و باید رضایت پدر رو داشته باشه. یعنی پدر باید رضایت میداد، مادر نه، فقط پدر باید رضایت میداد. و اینکه خواهر من واسه اینکه 17 سالش بود باید از دستش یک عکس مینداخت تا به دکتر نشون میداد و دکتر تشخیص میداد که آیا این میتونه عمل کنه یا نه. به خاطر اینکه مثلا از دست نمیدونم تشخیص میداد که مثلا دیگه مثلا رشدش متوقف شده یا نه ادامه داره، تا 18 سالگی باید صبر کنه. نوشته پیش کی برم عمل کنم؟ پیش یک کسی برید عمل کنید که اولا وقتی وارد اون محیط مثلا چیزی که میشید، پیش مثلا دکتری که دارید میرید، نمونه کاراشو از نزدیک ببینید. هیچ وقت اپ پیج تصمیم نگیرید، چون پیج هم واسهتون ادیت میخوره، نور پردازی خیلی خوبی داره. یه سری میگن گچاشون رو برمی‌دارن بعد بیدیش خیلی خوشگله. من اونطوری نبودم اصلا. خیلی دیگه خواهرم هم اونطوری نبود. ببینید اونا همش ادیت، سعی کنید برید از نزدیک نمونه کاراشون رو ببینید و خیلی تحقیق کنید، خیلی زیاد. نفر نوشته عکس از زاویه نیمرخ بینیت بده. ببینید بچه‌ها من نیمرخم از اینجا میخوام توی ویدیو بهتون مشخص کنم، این از این ور، اینم از این ور. خب این نیمرخ منه. حالا اگر عکسی از نیمرخم داشتم یا میگیرم واسهتون اینجا میذارم، یا اگر نذاشتم دیگه اینو بپذیرید دیگه.
نفر نوشته عزیزم دکتر بینی تو معرفی کن و اینکه راضی هستی از عملت. بچه ببینید من از این بینی هنوز ورم داره، خب من نمیتونم اون نظر قطعیمو بگم که راضی هستم یا نه، ولی از این لحاظ که مثلا بو رو میتونم حس کنم. یه چیزی هم بهتون بگم بچه‌ها، یه علائمی که الان یادم اومد اینه که مثلا من وقتی بینیمو فشار میدم یه بوی خیلی گندی تو بینیم حس میشه، هم خودم هم خواهرم چون جفتمون پیش دکتر عمل کردیم، یه بوی خیلی گندی تو بینیم حس میشه. حالا نمیدونم کسایی که عمل کردم توی کامنت ها بهم بگید که شما هم همچین تجربه‌ای داشتید یا نه. اینکه دکتر بینیم رو بخوام معرفی کنم خانم پریسا دمیرچیه دیگه. خیلی دیگه سرویس شدم توی کامنت ها و توی اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک. بچه همینجا بهتون میگم اسم دکترم پریسا دمیرچیه، مطبش تو شهریاره ولی عمل رو توی تهران انجام میدیم. میتونید بیاید شهریار ویزیت بشید و ببینید. ولی خب من تقریبا راضی نیستم چون هنوز ورم داره، چون نمیتونم نظر قطعیمو بهتون بگم چون الان 6 ماه گذشته از عمل من و بینیم الان اینطوریه. خب این بینی نیمه فانتزیه و فانتزی نیست و اصلا کارای فانتزی اصلا انجام نمیده، همه کارش نیمه فانتزیه. تامپون هامو زود درآوردم، خونریزی شدیدی کردم، رفتم دوباره گذاشتم کی باید بکشم. بچه‌ها من به خاطر این دکتر رو انتخاب کردم که تامپون نداشت و یه متد جدید انتخاب کرده بود که یک پلاستیک بود خب توی بینیت قرار میدادی و باعث قرینه شدن بینیت بود و خیلی راحت میتونستی نفس بکشی. من از روز اول بینیمو داشتم شستشو میدادم با اون چیز، با گچ و نمیدونم چیزو چی میگن بخیه هام و همه چی. خب خیلی راحت مثلا چیز میکردم و خب اینجا رو مثلا میبستم و خیلی ازش راضیم بابت این، چون من خیلی اوایل مثلا اینجوری بودم که من با تامپون نمیتونم، به دکترم گفتم من تامپون نمیتونم بزنم، من مغزم درد میگیره اگه بخوام تامپون بزنم و من گفتش که اصلا نگران نباشید تامپون قرار نیست گذاشته بشه و از یه پلاستیک به نام نمیدونم چی اگر اسمش یادم بیاد اینجا واسهتون میذارم. آره تو هزینه عمل بینی تقریبا چقدر شد بچه‌ها؟ من 63 تومن دکتر برگشت بهم گفت واسه تخت و عمل و اینا. سوای آزمایش‌ها که فکر می‌کنم آزمایش‌ها نزدیک 6 تومن در اومد. من آزاد رفتم واسه آزمایش‌ها و بیمه نداشتم. شما که بیمه دارید فکر می‌کنم کمتر واسهتون در بیاد. و آزمایشام از فکر کنم از سرم بود، یه سی تی اسکن، بعد عکس بینیم و اینا، رفتم ازم عکس گرفتم، عکاسی کردم با دوربین و آزمایش دادم. یه آزمایش واسه عمل بینی بود که قیمتش خیلی بالاتر در اومد نسبت به آزمایش‌های دیگه و همین بود. این ستا بود، این ستا کار بود که بعد انجام میدم قبل از عمل. واسه که میگن یه بوی بد حس می‌کنی تو دماغت، بله من هنوزم اون بوی بد رو حس می‌کنم با اینکه 6 ماه گذشته و خالم فکر می‌کنم 3 سال گذشته و میگه ولی وقتی مثلا بینیمو فشار میدم بینیم کلاً یه بوی بدی توش حس میشه. من واقعا به شدت از عمل بینی میترسم. از هر کسی هم که قبلا عمل کرده میپرسم چجوریه، بعد عملت چقدر درده؟ بچه درد نداره، کلافگی داره، به خاطر اینکه باید صاف بخوابی و اینجوری نباشه کج و کوله بشی. خیلی تاثیر داره اینکه بخوای صاف بخوابی. نزدیک 2 ماه من صاف خوابیدم، یعنی اینجوری بودم که نمیتونم اینجوری بخوام، باید صاف بخوابم. و اینکه کلافگی برای گچ داری. ارزان بزرگ تامپون من نداشتم، نمیتونم تجربه تامپون رو بهتون بگم ولی من چیز داشتم. و اینکه من وقتی که مثلا بینی رو شستشو میدادم عطسم میومد و سعی میکردم با دهن عطسه کنم. و اینکه مرسی از ماشینای این برا یادم رفت یه همینا بود فکر میکنم. کدوم دکتر عمل کردی؟ تجربه در مورد روزای اول عمل گفتم، فکر میکنم همه چی رو گفتم. فقط من 1.5 ماه در میون مثلا برگشت من گفتش که بیا مثلا ویزیت شو. بعد از عمل مثلا من چسب میزدم، برگشت من گفتش که واسه کورتون میزنم، به بینی کورتون میزنم چون من پوستم خیلی چرب بود. این نصیحت من به شما، پوست شما چربه، دکترتون 100% بهتون بگید که کورتون بزنه. اگر دکترتون کورتون نمیزنه سعی کنید که یه دارویی ازش بگیرید که این ورم بینیتون رو بخوابونه. بعد ببین قبل عمل و طین عمل اصلا ربطی نداره. شما باید بعد از عمل خیلی حواستون به خودتون باشه. نوشابه رو باید قطع کنید، فلفل نباید بخورید، نمک نباید بخورید تا یه تایمی، تا 1 ماه فکر میکنم نباید چیزایی که ادویه داره رو بخورید چون ورم میکنه بینیتون. و اینکه برای من کورتون زد
گفت 3 بار باید کورتون بزنی و من خیلی پوستم چرب بود، به من قرص چیز داد، یه قرص واسه جوشا بود و چربی پوست بود، کنترل چربی پوست بود که اسمش رو نمیدونم، یادم رفته الان این اسمشه، واسهتون میذارم. و اینکه من از اینم استفاده کردم تا برام بینیم بخوابه و چسب هنوز میزنم. من هنوزم که 6 ماه ازش گذشته هنوز چسب میزنم. سعی کنید تا 1.5 سال 2 سال چسب بزنید. الان خیلی ها میگن که نه اصلا ربطی نداره، کمک نمیکنه. نه واقعا بچه‌ها کمکتون میکنه، خیلی کمکتون میکنه. چیزایی بخورید که این ورم بخوابه و از آب کرفس خیلی روزای اول استفاده کنید. اگر مثلا نمیتونید آب کرفس بخورید، آب آناناس بخورید و خیلی بهتون کمک میکنه. سعی کنید چیزای ترش نخورید و چیزای شیرین، خیلی شیرین هم نخورید. شیرینی‌های طبیعی بخورید ولی چیزای شیرین خیلی چیز نخورید، مصنوعی نخورید، مثل شیرینی و اینا نخورید که باعث ورمتون میشه. اوستنسی چرا دیگه از کیوکوشین چیزی نمیذاره؟ به خاطر اینکه دماغو تمرین کردن. نه هنوز من کیوکوشین رو ادامه میدم و دوباره شروع کردم. بعد از 6 ماه دوباره شروع کردم و پیش پدرم هنوز کار میکنم، ورزش میکنم و اگر دوست دارید میتونم تولید محتوایی راجع به ورزش هم بذارم توی پیجم اگر دوست دارید. میدونستم که راجع به بینی خواهرم مثلا سوال دارید. این ویدیو خودم و خواهرمه که دیگه خواهرم زودتر از من عمل کرده. خواهر من الان 1 ساله که عمل کرده ولی من خب 6 ماهه که عمل کردم و هنوزم ورم داره. و بچه‌ها تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم، تنها نصیحتی که بهتون میتونم بکنم، البته در جایگاهی نیستم که بخوام نصیحت کنم ولی طبق تجربه های خودم میتونم بهتون بگم اینه که چسب خیلی بزنید، خیلی به چسب زدن چسبتون حواستون باشه، چسب رو بد نزنید و بعد از یه تایمی اینو من بهتون بگم که شاید خیلی‌ها برگردن میگن نه همچین کاری نکنید. بعد از چند ماه که مثلا به 6 ماهی که من الان رسیدم، چسب برمی‌دارم میکشم، چون بینی و گوش تنها عضوی از بدن هستن که همش در حال رشدن. شما نمیتونی کاری بکنی و تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بخوای بینیت رو کوچیک‌تر نگه داری و بهش رسیدگی کنی و خیلی حوصله میخواد این پروسه، خیلی حوصله میخواد و قرصاتون رو باید مصرف کنید. یه قرصی بهتون میدن که واسه اینه که مثلا بینیت زود جوش بخوره، جوش زیاد میزنی و خیلی اذیتت میکنه. کسایی که پوستشون چربه مثل پوست من خیلی جوش زدم، خیلی زیاد جوش زدم، ولی به پروسه اطمینان داشته باش و خیلی عجله نکن و خودت رو دوست داشته باش. همین، میبوسمتون. بود از این ویدیو، امیدوارم خیلی کمکتون کرده باشه و امیدوارم که اگر عملی دارید، اگر از چیزی میترسید لطفا نترسید، چون من وقتی عمل کردم رفتم و بی‌حس شدم و چشمامو بستم و وقتی بیدار شدم دیدم که عمل کردم. اصلا از چیزی نترسید، استرس چیزی رو نکشید، استرس واقعا اذیتتون میکنه. فقط سعی کنید که ریلکس باشید، هر چقدر ریلکس تر بهتر و خیلی حواستون به خودتون باشه و اینکه نذارید تا تایمی کسی به بینیتون دست بزنن. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. تو ویدیو دیگه میبینمتون. بای بای.